داخل آپدیت جدید 99 شب باید چیکار کنیم که آب نبات به دست بیاریم؟ اول لایت و جمع میکنید، کریسمس لایت به اینا میچسبید. خب بعد اینکه این کار کردید این پیش کمپ فایرتون. خب وقتی اومدیم پیش کمپ فایر، از این با سکه هایی که جمع کردید آیس اسکیت، شاول و لدر. خب حالا من برم. خب چون اونجا رو درست کردید میتونید اینجا این در دیگه باز کنید. در باز میکنید، اینو باز میکنید، اینجا میبینید یه دونه چیز شما میزنه. من چیز دادم نمیزنم، نمیتونید. باشه اینو میزنم. بهتون 3 تا نبات. خب بفرمایید پایین. اینجا به اسکیت نیاز داریم که خب وقتی این کارو کردید اینجا از شاول استفاده میکنه، فقط با یه میاد پایین. خب میزه باشه بالا باشه دارش ازش این سانتر بزنید. خب شکستش میدید، آب نبات میده. این دستگام هی کادو میده، الان هر 5 ثانیه یه کادو میده. خب نگاه کن. بعدش میشه 1 دقیقه و نیم، هر 1 دقیقه و نیم جعبه میده و از موقع ممکنه از جعبه بزرگا بده. میان دست خودمون دیگه میخواد جمعشون کنه. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.